ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастанд. ин навори фаврӣ аст. хитоб ба мардуми шарифи тоҷик. иншоаллоҳ раҳмон, пеш аз суҳбата мо 4 мисра шеъри устоз лоиқ шералиро барои ин мардуми хобида мехонем. баъд иншоаллоҳ раҳмон мавзӯъро идома медиҳем. омадам то ки сароям ба ту аз дил нола, аз ғами бехабарӣ хунҷигарам чун лола. умри ман мешавад аз ғафлати ту садсола, он яке гуфт ғами гову бузу бузғола, дигаре гуфт ғами хонаву фарзанду занам. ҳамватанони азиз, ای ملت سربلند، ای ملتی که 97% مسلمان، الحمدلله ناموس و شرف شما کجا شد؟ امروز بود پرستا سبحان الله خدا ندارند، بود را میپرستند، خستند پرزیدنت و منیستر و تمام ظالم هایی که آنها را حکمرانی میکردند نیست و نابود کردند. قصر آنها را آتش دادند. به خاطر چی این کار کردند؟ به خاطر مسنجرهای آنها را بستند. مسنجر را بستند، برآمدند جمع آنها را، همون دولت نیپال مردمش کوزشان ماندند. وزمینم شود. سبحان الله، ما مسلمانیم. ما امروز مسنجر نه، مسنجر یک طرف است. امروز سرزمینی کوچک ما را رحمان و سودا دارد. امروز برای ما برق نمیدهد. امروز برای ما جای کار تأمین نمیکند. امروز فرزندای ملت تاجیک در روسیه در بلندی ها از دست خونخوارهای روس کشته میشوند. این لعنت کرده الله هم دردی نمیکند. این برای مردمش جای کار تأمین نمیکند. چرا ما خاموشیم؟ چرا ما عبرت نمیگیریم از بودی ها؟ بود سبحان الله، این شرمندگی است. ما مسلمان ما الحمدلله میگوییم، ولی از یک بخشش ظالمی ما در به خطای قاتل زمین فروش و کن فروش آنقدر میترسیم که سبحان الله یک ذره این خیلی از الله خود اگر میترسیم ما اینها را ما در وقت کوز میماندیم. اینها را در وقت ما بزانو میشناندیم. کجا شد ننگ و ناموستان؟ ملت تاجیک، جوان مردای تاجیک، کجا هستین شما؟ چرا شما خاموشین؟ امروز از سری مادرتان سطر مادر و خواهرتان میگیرد. امروز برادراتان رشش را میتراشد. یک حرامزادی کافری مطلق. چرا شما خاموشید؟ مسلمانی ما کجا شد؟ سبحان الله. کجا شد ننگ و ناموس ما؟ کجا شد غیوری جسوری ما؟ شیرمردی ما کجا شد؟ سبحان الله. چرا شما از یک ظالم زمین فروش و کن فروش میترسید؟ چرا از یک پدر لعنتی که سرزمین کوچک ما را سودا دارد و تمام تاجیکستان را اولادی کرده و از خود کرده است میترسید؟ چرا رنگی بودایی ها سبحان الله خدا ندارند؟ ما میگویم بوده میپرستیم. ننگ و ناموس نمیکنیتان، سرزمینتان را خلاص نمیکنید. آتش زدن تمام قصرش و تمام داو و دستکشه. چرا شما بیدار نمیشوید؟ تا که سبحان الله ما حیات ما گذراندیم، از بحر تمامی نزدیکان ما گذشتیم. شما با فهماندیم. شما کی میفهمیتان؟ شما از الله کی ترسیدن رو سر میکنیتان؟ نعوذ بالله. کی شما الله با میترسیتان؟ کی این پرخوک را یک بره میکنیتان و میگویتان که الحمدلله ما تنها از الله یک و یگانه میترسیم؟ کجا شد ننگ و ناموسی جوان مردی شما؟ امروز مادر و خواهر ما رو به عفت دارد. امروز این حرامزادی مادر به خطا در آمده مادر و فرزنداش هم بکشند. غمنیتی زمین فروشی پدر لعنتی زن فاحشش نمیکاود، آنها را پیدا نمیکند. شما چرا خاموشین؟ شما هیچگاه زندگی خوب را، زندگی به را
امیدوار نشوین که این پرخوک برای ما و شما زندگی به میکند. هرگز نه. والله بالله تالله هرگز تا اینها یک بار نشوند ما زندگی خوش را نخواهیم دید. حداقل جوان مردای تاجیک میترسن شما دستگیری کنیتان، شما در تماس برایتان با ما. سبحان الله، یک تلفن در کار بود، یک تاش زنگ زد گفت که اکا زنی من حامله دار است، بعد 3 روز همین کودک تولد شود من همون تلفنی میخواستگی شما روان میکنم مبارزه پیش برید. سبحان الله، و گوشتی اسب داد از زنش به 1 سال شد، ماه رمضان بود. نهنگ و ناموستان را بیدار کنید، حداقل میترسین کمک کنید. ما من خیلی یراقای بهترین گریم، یعنی تلفن های ناز گریم، مبارزه بریم، مردم بیدار شوند. السلام.